ای چاپار به قلمروی هخامنشیان برو و این نامه مرا به پادشاه هخامنشیان بده. از پادشاه روم به پادشاه هخامنشیان: تصمیم گرفتیم به سرزمین شما حمله کنیم و آنجا را به تصرف خیش درآوریم. چقدر تا درباریان عزیز خونسردی خودتان حفظ بفرمایید. 2 حالت بیشتر نداره: یا این لوکیشن اشتباه دادن به این چاپار، نامه را اشتباه آورده، یا پادشاه روم جدیدن گر میزنه ما خبر نداریم. ولی اشکال نداره، برای خندم شده جوابش میدم، بهت ببر براش بخوان لذت ببره. سرورم به زئوس قسم مسیر خیلی طولانیه. جوابتان فرستاد. از پادشاه هخامنشیان به پادشاه روم: اول اینکه به تو توصیه میکنم دشت خیش را تغییر دهی و از خرسوار جنس نخری. دوم اینکه با تمام لشکریانتان هم که حمله کنید نهایتش بتوانید این را به تصرف خیش درآورید. چیو؟ نمیدانم سرورم، فقط نوشته این را. خب این را یعنی کدام را؟ به زئوس قسم سرورم هیچ اشاره نکرده، نوشته این را به تصرف. ولی این یه معنی خاصی تو منطقه اونا داره، چون 2-3 تا مسافرخانه توی مسیر وایستادم، به اونا گفتم که میخوایم حمله کنیم کشورتون رو بگیریم، چند نفر بهم چند بار گفتن که بیا اینو بگیر. این یه منظور خاصی دارن اینا.